سلام، خیلی خوش اومدین به برنامه سوم آموزش مدیتیشن. در این برنامه درباره افکار در هنگام مدیتیشن صحبت میکنیم. وقتی که فکر به سراغ ما میاد توی مدیتیشن چه کاری انجام میدیم؟ دونستن این مسئله مخصوصا برای کسانی که تازه مدیتیشن رو شروع کردن خیلی مهم هست، به خاطر اینکه خیلی دیده میشه که افراد فکر میکنن اگر موقع مدیتیشن فکر به سراغ آدم بیاد مدیتیشن رو داریم اشتباهی انجام میدیم، یا اینکه بعضیا فکر میکنن که چون فکر به سراغشون میاد مدیتیتور خوبی نیستن یا اینکه استعدادی در این کار ندارن. این تفکر کاملا اشتباه هست. یعنی یک چیزی اگر قرار باشه یاد بگیریم از این ویدیو این هستش که ما تو مدیتیشن نمیخوایم بلاک بکنیم افکار رو و در واقع این خیلی طبیعی هست برای ذهن که فکر میاد، فکر وارد ذهن میشه. چیزی که ما توی مدیتیشن مهم هست در نظر داشته باشیم این هستش که چطوری، چه طرز فکری، چه رویکردی نسبت به اومدن افکار داریم، چطوری برخورد میکنیم با این قضیه. ما هیچ کنترلی روی این که فکرها میان و میرن نداریم، ولی تنها کنترلی که داریم این هستش که نحوه رویکرد خودمون نسبت به افکار چی هست. کاری که ما میکنیم موقعی که فکر به ذهنمون میاد خیلی کار ساده ای هست، همونطور که توی ویدیوی اولم راجبش توضیح دادم. هر چیز دیگه غیر از تنفس مرکز توجه ما قرار میگیره، ما اون رو توی ذهن تکرار میکنیم و برمیگردیم روی تنفس. مثلا اگر فکری به ذهن میاد ما با خودمون میگیم فکر کردن، فکر کردن، فکر کردن و برمیگردیم روی حس تنفس در ناحیه شکم. بنابراین ما فکر کردن رو بلاک نمی کنیم. اگر که فکری به سراغمون اومد خودمون رو سرزنش نمی کنیم و اگر خودمون رو سرزنش کردیم به خاطر اون سرزنش دوباره خودمون رو سرزنش نمی کنیم. یعنی این سیکل یک جایی متوقف میشه توی مدیتیشن. مثلا اگر به جای تمرکز بر روی تنفس در ناحیه شکم فکری به سراغمون اومد و به خاطر اینکه فکر کردیم خودمون رو سرزنش کردیم، میتونیم اون موقع بگیم سرزنش کردن، سرزنش کردن و دوباره برگردیم روی حس تنفس در ناحیه شکم. در این حال که ما نمیخوایم جلوی افکار رو بگیریم، کار دیگه ای که توی مدیتیشن انجام نمیدیم این هستش که نمیخوایم وارد افکار بشیم. یعنی که مدیتیشن خیلی فرق زیادی داره با سایکوتراپی یا سایکوآنالیسیس. ما نمیخوایم آنالایز بکنیم، نمیخوایم مسئله رو حل بکنیم. مدیتیشن پرابلم سالوینگ نیست، مدیتیشن مشاهده افکار هست. بنابراین وقتی که یک فکری میاد که مثلا ناخوشاینده یا خوشاینده، خیلی وقتا این افکار وسوسه میکنن ما رو که به جای اینکه برگردیم روی تنفس بریم سراغ اون افکار، بریم اون مسئله خاص رو حل بکنیم، در حالی که مدیتیشن این رو به ما میگه که حداقل در اون زمانی که داریم مدیتیشن رو انجام میدیم به جای اینکه دنباله اون افکار رو بگیریم خیلی راحت فقط برگردیم روی تنفسمون، که این هم دقیقاً با همون متد انجام میشه، با هم تکنیکی که هر وقت فکری اومد با خودمون میگیم فکر کردن، فکر کردن و برمیگردیم روی تنفس. یک تکنیکی که ممکنه مفید باشه تکنیک شماره‌گذاری افکار هست. برای خیلی ها من جمله خود من 7-10 تا فکر مشخص هستش که خیلی زیاد تکرار میشه توی مدیتیشن. مثلا برای کسی ممکنه مثلا رابطهش مثلا با رئیسش سر کار، یا مثلا ددلاین پروژه‌ای که داره، یا رابطهش با پارتنرش، یا مثلا نگرانی راجع به بچه‌هاش، نگرانی راجع به والدینش، یا تجربه‌ای مثلا بعدی که در گذشته داشته، یا نگرانی راجع به آینده. تمام این فکرها میتونه در واقع تشکیل بده یه سری از افکاری که به طور دائم میان توی مدیتیشن سراغ آدم. یه تکنیکی که میشه ازش استفاده کرد اینه که افکار رو میتونید لیست بکنید، شماره گذاری کنید. مثلا
10 تا فکری که بیشتر از همه به سراغتون میاد، شماره 1 تا 10. هر وقت که اون افکار اومد مثلا میگیم فکر شماره 1، مثلا فکر شماره 4، فکر شماره 5 و دوباره برمیگردیم روی تنفس. ما دنبال حل اون مسائل در هنگام مدیتیشن نیستیم، فقط مشاهده میکنیم که اون افکار اومدن و دوباره برمیگردیم روی تنفس. یک سوالی که معمولا اینجا پیش میاد این هستش که پس فایده این کار چی هست؟ اگر مشکلی واقعا وجود داره چرا ما نباید بخوایم حلش بکنیم؟ آیا واقعا بهتر نیستش که بریم سراغ حل مسئله به جای اینکه مشاهدهش بکنیم فقط؟ جوابی که تو مدیتیشن به این سوال داده میشه اینه که نه، واقعا فکر کردن راجع به مسئله کمکی به حل مسئله نمیکنه و اگر برای کسی این کار میکنه، یعنی اگر کسی با فکر کردن به مشکلاتش واقعا اونا رو میتونه حل بکنه و از بین ببره، خب اون راه حل میتونه ادامه بده. ولی مدیتیشن راه حل پیشنهاد دیگه‌ای داره. پیشنهاد دیگه این هستش که با مشاهده چندین و چند باره، هزاران باره، شاید صدها هزار باره یک در واقع پترن فکری خود آدم، یواش یواش اون در واقع اون الگوهایی که دائم تکرار میشن از بین میرن و آدم به اون آگاهی و دانش و در واقع آرامش فکری هم میرسه. در مورد اینکه چرا این اتفاق میفته صحبت زیاد هست توی این ویدیو، وقت نمیشه راجبش گذاشت خیلی، ولی تحقیقات علمی نشون میده که مدیتیشن در مورد خیلی از مسائل روحی روانی خیلی بهتر عمل کرده نسبت به روش‌های رایج روانپزشکی یا داروها یا اینها. تحقیقات خیلی در این زمینه انجام شده. الان توی غرب مخصوصا خیلی دارن میرن در تراپی ها به سراغ روش‌های مدیتیتیو و به طور خلاصه اگه مثلا بخوام توضیح بدم که چرا این روش کار میکنه، این هستش که شما هر بار که این افکار به سراغ شما میان، افکاری که مثلا شاید آزاردهنده باشن یا شاید خوشایند حتی باشن، هر بار که میاد سراغتون و شما برمیگردین روی حس تنفس، در واقع قدرت اون افکار رو هی دائم کمتر میکنین و کنترل خودتون رو روی ذهن خودتون بیشتر میکنین. اجازه نمیدین که اون افکار ذهن شما رو در دست خودشون بگیرن. این افکار بعضی وقتها شکل اعتیاد حتی پیدا میکنن، یعنی مثل کسی که نمیتونه مثلا یک مواد مخدر رو ازش دست بکشه، کسی که ذهنش کاملا در کنترل افکار هست، در واقع اون افکار هستن که اون کنترل اون فرد رو در اختیار دارن، نه خود اون فرد کنترل ذهن خودشو. و هر بار که ما مشاهده میکنیم که یک فکر خاصی توی ذهنمون هست و برمیگردیم روی تنفس، در واقع داریم این قدرت رو از اون افکار میگیریم و به خودمون میدیم. این در واقع توضیح خیلی ساده و مختصری بود. شاید یه مختصر اشکالاتی در مورد اینکه واقعا حالا در واقع این ایده خود و فرد و کنترل شاید نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه که امیدوارم در ویدیوهای بعدی فرصت بکنم راجبش بیشتر صحبت بکنم. ولی به طور خلاصه ایده این هستش که ما دنبال نه بلاک کردن افکار هستیم، نه دنبال وارد شدن و آنالیز کردن فکرهای خودمون هستیم. فقط دنبال این هستیم که مثل آسمون که ابرها توش وجود دارن، ما در واقع آسمون هستیم، ذهن ما اون آسمون هست و افکار مثل ابرهایی هستن که میان و میرن. بعضی روزها هستش که آسمون خیلی ابریه، شاید طوفانی باشه. بعضی روزها هستش که آسمون صافه. هیچ کدوم این روزها نشون دهنده این که مدیتیشن بهتره یا بدتره نیستن و هر دوی این نوع مدیتیشن ها کاملا توی مسیری که ما دنبال میکنیم مفید هستن. خیلی ممنون برای نگاه کردن به این ویدیو. سوالاتون رو از طریق فیسبوک یا یوتیوب با من در میون بذارید. من سعی میکنم در ویدیوهای بعدی یا به صورت مستقیم با ایمیل و کامنت بهتون جواب بدم.
خیلی ممنون. تا برنامه بعدی.